سلام رفقا. حکایت‌های سید دانا. حکایت خاطرانگیز. آخرین دانه انار. زمستان بود. هوا سرد و خاکستری، اما داخل خانه بوی انار تازه می‌آمد. پیرزنی با روسری گلدار کنار بخاری نشسته بود و با دقت دانه‌های انار را جدا می‌کرد. هر دانه را با آرامش در ظرفی می‌انداخت، اما آخرین دانه را جدا نکرد. آن را در دست گرفت، نگاهش کرد و آهی کشید. نوه‌اش پرسید: مادر جون، چرا اون یکی رو نمیذاری توی ظرف؟ پیرزن لبخند زد و گفت: این یکی فرق داره. این دانه برای کسیه که هنوز نیومده. نوه خندید: کی؟ پیرزن گفت: پدرت. اون همیشه آخر پاییز میومد. میگفت دانه آخر انار باید برای کسی باشه که دل آدم براش تنگ شده. سالها بود پدر نوه رفته بود، بی خبر، بی نشانی، بی برگشت. اما پیرزن هر سال آخرین دانه انار را نگه می داشت، در یک ظرف کوچک کنار پنجره با امیدی که هیچ کس نمی فهمید. مردم می گفتن اون دیگه نمیاد. اما پیرزن می گفت تا وقتی دانه هست، امید هم هست. آن شب در میان سرمای زمستان صدایی از در شنیده شد. نوه در را باز کرد. مردی با موهای سفید، چشمانی خسته و لبخندی آشنا ایستاده بود. پیرزن با دستان لرزان آخرین دانه انار را به او داد. پدر نوه اشک در چشمانش جمع شد و گفت: تو هنوز منتظر بودی؟ پیرزن گفت: تا وقتی دانه‌ای برای تو نگه داشته باشم، یعنی هنوز بر نگشتی. و همه فهمیدن گاهی یک دانه کوچک میتواند سالها امید را زنده نگه دارد. شبتون بخیر عزیزان. تا حکایت دیگر، خدا نگهدار رفقا.